сураи Ҳиҷр. Ҳиҷр номи шаҳр ва сарзамини қавми Самуд, арабҳои аз байн рафта дар нимҷазираи Арабистон аст, ки ҳазрати Солеҳ бар онҳо пайғамбар фиристода шуда буд. дар Макка нозил шуд, 99 оят ва 6 рукӯ аст. бисмиллаҳи рроҳмани рроҳим. ба номи худои бахшояндаи меҳрубон. алиф лам ра тилка аятул китаби ва қуръанин мубин. алиф лом ро. ин оятҳои китоби илоҳӣ ва қуръони равшан аст. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. басо буд ки кофирон дӯст доранд кош мусулмон мебуданд. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. онҳоро бигузор то бихӯранд ва баҳраманд шаванд ва умеди дароз онҳоро машғул кунад, пас хоҳанд донист. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ва мо ҳеҷ деҳеро ҳалок накардем магар он ки барои вай навиштаи маълум буд. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ва ҳеҷ гурӯҳе аз муддати худ пеш намеравад ва бозпас намемонад. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. ва кофирон гуфтанд: эй касе ки бар вай қуръон фуруд оварда шудааст, ҳамоно ту девонаӣ. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. агар аз ростгӯён ҳастӣ, чаро фариштагонро пеши мо намеорӣ? ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. мо фариштагонро фурӯ нафиристем магар ба тадбири дуруст ва он гоҳ муҳлат дода нашаванд. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ба дурустӣ ки мо қуръонро фурӯ фиристодем ва ҳамоно мо онро нигаҳбон ҳастем. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. ва ҳамоно пеш аз ту пайғамбаронро дар гурӯҳҳои пешиниён фурӯ фиристодем. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ва ҳеҷ фиристодае ба онҳо намеомад магар он ки ба ӯ тамасхур мекарданд. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. ҳамчунин истеҳзоро дар дили гунаҳгорон дар меорем, яъне дар дили кофирони Макка. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ки ба қуръон имон намеоранд ва ба дурустӣ ки оини пешиниён гузаштааст. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. ва агар бар онҳо даре аз осмон бикушоем, пас ба ин сифат шаванд ки аз он боло мераванд. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم
مسحورون البته گویند جز این نیست که ما چشم بندی کرده شدیم، بلکه ما قوم جادو زده هستیم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين به درستی که در آسمان برج ها پیدا کردیم و آن را برای بینندگان بیاراستیم. وحفظناها من كل شيطان رجيم و آن را از هر شیطانی رانده شده نگاه داشتیم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين مگر آن کس که دزدیده شنود پس آتش آشکار در پی وی افتد. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون و زمین را گسترانیدیم و در آنجا کوه ها را انداختیم و در آنجا از هر چیزی سنجیده رویانیدیم. یعنی برای هر نوع صورت و صفتی هست که از آن تجاوز نمی کنند. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين و در آنجا برای شما اسباب معیشت ساختیم و برای شما آن را ساختیم که شما روزی دهنده آن نیستید، یعنی غلامان و جانوران. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم و هیچ چیز نیست مگر آن که خزینه های آن نزد ماست و آن را جز به اندازه معین فرو نمی آوریم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين و بادهای باردار کننده ابر را فرستادیم و از آسمان آب فرود آوردیم، پس شما را از آن آب نشانیدیم و شما جمع کننده آن نیستید. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ و همان ما زنده میکنیم و میمیرانیم و ما وارث هستیم. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ و به درستی که از میان شما پیشینیان را دانسته‌ایم و به درستی که پسینیان را دانسته‌ایم. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِیمٌ عَلِیمٌ و به درستی که همان پروردگار تو آنها را برمی‌انگیزد، همانا او استوارکار دانا است. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ و به درستی که آدمی را از گل خشک از لای سیاه بوی گرفته آفریدیم. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ
و جین را پیش از این از آتش سوزانی بدود پیدا کردیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. و یاد کن چون پروردگاری تو به فرشتگان گفت همانا من آدمی را از گل خشک از لای سیاه بوی گرفته آفریدنیم. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. پس چون او را راست کنم و در وی از روح خود بدمم در پیش او به سجده بیفتید. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. پس همه فرشتگان یک جا سجده کردند إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. مگر ابلیس از آن سر باز زد که با سجده کنندگان باشد. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. خدا گفت ای ابلیس تو را چی شد که همراه سجده کنندگان نیستی؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. گفت من هرگز آن نیستم که آدمی را سجده کنم که تو او را از گل خشک از لای سیاه بوی گرفته پیدا کرده ای. قال فاخرج منها فإنك رجيم. گفت از آنجا بیرون شو که تو رانده شده هستی. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. و به درستی که تا روز قیامت بر تو لعنت است. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. گفت ای پروردگار من به من تا روز مهلت ده که مردم برانگیخته شوند. قال فإنك من المنظرين. گفت همانا تو از مهلت داده شدگانی إلى يوم الوقت المعلوم. تا روز آن وقت معین. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. گفت ای پروردگار من به سبب آن که مرا گمراه کردی البته در زمین گناه را برایشان بیارایم و البته همه آنها را یک جا گمراه سازم إلا عبادك منهم المخلصين. مگر از میان آنها بندگان خالص تو. قال هذا صراط علي مستقيم. خدا گفت این اخلاص راه راست است که بر من میرسد. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. به درستی که تو را بر بندگان من غلبه نیست، لیکن غلبه تو بر کسی از گمراهان باشد که تو را پیروی کنند. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. و همان دوزخ وعدگاه همه آنها یک جا است.
لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. آن را 7 در است. برای هر دری از گمراهان حصه جدا کرده شده است. إن المتقين في جنات وعيون. به درستی که پرهیزگاران در بوستانها و چشمه‌ها باشند. ادخلوها بسلام آمنین. به آنها گفته شود به سلامتی امین شده در اینجا درآیید. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. و آنچه را از کینه که در سینه هایشان بود بیرون کشیم، برادر یکدیگر شده بر تختهای روبروی یکدیگرند. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. در آنجا به آنها هیچ رنجی نرسد و آنها از آنجا بیرون کرده نشوند. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. به بندگان من خبر ده که من آمرزنده مهربانم. و ان عذابی هو العذاب الالیم. و آن که عذاب من همان عذاب درد دهنده است. و نبئهم عن ضیف ابراهیم. و به آنها از مهمانان ابراهیم خبر ده. اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. چون بر وی داخل شدند پس سلام گفتند. ابراهیم گفت همانا ما از شما ترسانیم. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. گفتند مترس، به درستی که ما تو را به فرزند دانا مژده می دهیم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. گفت با وجود آن که مرا پیری فرا رسیده است مرا مژده می دهید، پس به چی چیز مژده می دهید؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. گفتند ما به راستی تو را مژده دادیم، پس از ناامیدان مباش. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. گفت بجز گمراهان کیست که از رحمت پروردگار خود ناامید شود؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون. گفت پس خبر شما چیست ای فرستادگان؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. گفتند همانا ما به سوی گروه گناهگاران فرستاده شدیم. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. بجز کسانی لوط همانا ما همه آنها را یک جا البته نجات خواهیم داد. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. غیر از زنش
ما مقرر کرده ایم که وی همانا از بازماندگان باشد. فلما جاء آل لوط المرسلون پس وقتی که فرستادگان به کسان لوط آمدند، قال انکم قوم منکرون گفت به درستی که شما گروه ناآشنا هستید. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون گفتند بلکه آنچه را که در آن شبهه میکردند، یعنی عقوبت، پیش تو آورده ایم. واتیناک بالحق وإنا لصادقون و وعده راست را پیش تو آورده ایم و همانا ما البته راستگو هستیم. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. پس به پاره از شب کسانی خود را ببر و تو از پی آنها برو و باید که هیچ کس از شما بازپس ننگرد و به آن جایی که به شما فرموده شود بروید. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. و به سوی لوط این سخن را وحی فرستادیم که چون به وقت صبح درآیند بیخ آنها بریده شود. وجاء أهل المدينة يستبشرون و اهل شهر شادی کنان آمدند. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. لوط گفت همانا آنها مهمان منند، پس مرا رسوا مکنید. واتقوا الله ولا تخزون. و از خدا بترسید و مرا خار مکنید. قالوا اولم ننهك عن العالمین. گفتند آیا تو را از میزبانی غریبان من نکرده بودیم؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. گفت اگر کار کردنی هستید اینها دختران من هستند، یعنی اگر قضای شهوت خواهید نکاح دختران من مناسب تر است. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قسم به زندگانی تو که این کافران در گمراهی خیش سرگردان می شوند. یعنی این جمله در میان قصه حضرت لوط آورده شد تا دقت به تطبیق حال مشرکان مکه بر حال قوم لوط و امثال آنها جلب کرده شود. فأخذتهم الصيحة مشرقين. پس چون به وقت طلوع آفتاب در آمدند آوازی هولناک آنها را دریافت. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. پس آن شهرها را زیر و زبر کردیم و بر آنها سنگ‌های از نوع سندگیل، یعنی گیل پخته مثل سنگ شده بارانیدیم. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. به درستی که در این قصه برای عبرت گیرندگان نشانه هاست. وإنها لبسبيل مقيم. و همانا آن شهرها
در سر راهند که دایم آمد و رفت دارد. إن في ذلك لآية للمؤمنين به درستی که در این برای مؤمنان نشانه است. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين و به درستی که اهل ایکه از ستمگران بودند. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين پس از آنها انتقام کشیدیم و هر دو به راه آشکار هستند، یعنی شهرهای قوم لوط و شهرهای ایکه. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين و به درستی که ساکنان هیجر پیغمبران را دروغ شماریدند. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين و آیتهای خود را به آنها رسانیدیم، پس از آن روگردان شدند. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين و ایمین شده از کوه‌ها خانه‌ها تراشیده می‌ساختند. فأخذتهم الصيحة مصبحين پس هنگام صبح آوازی سخت آنها را گرفت. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون پس آنچه به دست می آوردند از آنها چیزی را دور نکرد. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل و ما آسمان ها و زمین و آنچه را که ما بین آنهاست جز به تدبیر درست نآفریدیم و به درستی که قیامت آمده نیست، پس به درگذشتن نیکو درگذر، یعنی از بی‌ادبی آنها. إن ربك هو الخلاق العليم همان پروردگاری تو آفریننده دانا است. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم و به درستی به تو 7 آیت مقرر خوانده شونده، یعنی سوره فاتحه که در نماز مقرر خوانده می شود، و قرآن بزرگ را دادیم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين به سوی چیزی که با آنها گروه های کافران را بهره‌مند ساخته ایم، دو چشم خود را باز مکن و برای آنها اندوهناک مشو و برای مؤمنان بازوی خود را پست بکن، یعنی فروتنی کن. وقل إني أنا النذير المبين و بگو همانا من بیم کننده آشکارم. كما أنزلنا على المقتسمين مانند آنچه بر تقسیم کنندگان فرود آورده بودیم، یعنی عذاب را فرود خواهیم آورد. الذين جعلوا القرآن عضين آنان که کتاب الهی را پاره پاره ساختند، یعنی اهل کتاب که بر بعض آیت ها عمل میکردند و بر بعض نه. فوربك لنسألنهم أجمعين پس قسم به پروردگار تو البته از همه آنها یک جا سؤال میکنیم. عما
ما كانوا يعملون از آنچه می کردند. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين پس آنچه را که به آن فرموده می شوی آشکار کن و از مشرکان روی بگردان. إنا كفيناك المستهزئين همانا ما تو را از شر تمسخر کنندگان بسنده ایم. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون آنان که با خدا معبود دیگر را قرار می دهند پس زود بدانند که عاقبت کار چیست. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون به درستی ما حال تو را می دانیم که به سبب آنچه می گویند سینه تو تنگ می شود. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين پس پروردگار خود را با ستایش به پاکی یاد کن و از سجده کنندگان باش. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين و پروردگار خود را عبادت کن تا وقتی که مرگ تو فرا رسد.